مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 16 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا سیدالایف نومانجان سال تولدش 1957 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در راه ماشینگرد اسفره لکان در حدود جماعت دیوت نوگلم از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران الماسوف عبدالستار سال تولدش 1961 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه الماسوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی طی هفته گذشته در راههای تاجیکستان بر اثر صدمه ها دست کم 8 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن به هلاکت رسیدند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه، همچنین راهها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود.